به نام خدا. با عرض سلام و ارادت خدمت تمامی شما همراهان عزیز، دکتر مهدی لاجوردی هستم با تدریس درس ششم فلسفه 1 در خدمت شما عزیزانم. آخرین درس نیم سال اولتون. 6 تا درس فلسفه 1 مربوط به نیم سال اوله، 5 تا درس باقی مونده مربوط به نیم سال دوم هست. از درس ششم تازه وارد مباحث فلسفی میخوایم بشیم. تو درس 1 با دانش فلسفه آشنا شدیم. تعریفش چیه، موضوعش چیه، روشش چیه. تو درس 2 با شاخه‌های مختلف فلسفه آشنا شدیم. در درس 3 با فایده فلسفه آشنا شدیم، مثلا فلسفه به چه درد ما میخوره. در درس 4 با آغاز تاریخی فلسفه آشنا شدیم که اولین فیلسوفان بزرگ تاریخ بشریت، اولین فیلسوفان چه کسانی بودند؟ تالس، فیثاغورس، هراکلیتوس و پارمنیدس. در درس 5 با افکار و آرای اولین شهید فلسفه، بزرگترین فیلسوف تاریخ بشریت، پدر فلسفه. معلومه من خیلی شیفتشم؟ بله، با سقراط آشنا شدیم. و حالا در درس 6 میخوایم وارد اولین مسئله فلسفه بشیم. اولین مسئله فلسفه به نظر شما چیه؟ اگه گفتید باید بگید، چون من کامل همه چی رو به شما گفتم. تو درس 2 بهتون چی گفتیم؟ گفتیم یه جمله محوری هست. اون جمله یادتون هست چی بود؟ یادتونه؟ بذارید یادآوریش بکنم. معرفت به وجود فرع بر امکان شناخت آن است. معنای این جمله چی بود؟ معرفت به وجود یعنی هستی شناسی، وجود شناسی، فرع یعنی وابسته، امکان شناخت هم که مباحث معرفت شناسی بودند. معنای این جمله این بود: هستی شناسی وابسته به معرفت شناسیه، یعنی مباحث معرفت شناسی اساسی تر و بنیادی تر است مباحث هستی شناسی هستند. یعنی پادشاه سوالات، سؤال سوالات، سلطان سوالها، سوالی که قبل از اون سوال نیست، سوالات معرفت شناسی هستند. بنابراین فلسفه رو باید از معرفت شناسی شروع کرد. و تو سوالات معرفت شناسی چی از همه بنیادی تره، اساسی تره؟ اینه که اساساً معرفت چیه و آیا امکان معرفت و شناخت رو داریم یا نداریم. این پادشاه سوالات. دیگه ما از این سوال بنیادی تر نداریم. بنابراین اولین مسئله فلسفیمون مسئله چیستی و امکان شناخته که در درس 6 به این مسئله خواهیم پرداخت. خب بریم سراغ متن کتاب. امکان شناخت. به این چند گزاره توجه کنید. انسان میتواند اشیا را بشناسد. خب بذارید همون چیزی که از ما خواسته رو همین اول کاری انجام بدیم. گفته بگویید کدام یک از این گزاره ها درست است، سپس آنها رو با هم مقایسه کنید و ببینید که کدام گزاره با کدام گزاره سازگار و کدام گزاره با کدام گزاره ناسازگار است. خیلی خوب، ما بیایم از همون اول این گزاره ها رو تحلیل بکنیم. انسان میتواند اشیا را بشناسد. این اشاره به چی میکنه؟ اشاره به امکان شناخت میکنه. درسته؟ مربوط به چه مسئله‌ایه؟ مربوط به مسئله امکان شناخت. انسان میتواند اشیا را، اینجا وقتی میگیم اشیا تو فلسفه، وقتی میگیم اشیا منظور موجودات بیجان نیست. یاد اسفامیل نیفتید. منظور از اشیا در فلسفه تمامی موجوداته. در فلسفه خدا شیء، این قلم هم شیء. همه چیز در فلسفه شیء. شیء مساویه با موجود بودنه که از
موجودات مادی گرفته، اشیاء مادی گرفته تا خدا رو شامل میشه. پس اینکه در گزاره اول میگه انسان میتواند اشیاء را بشناسد، یعنی همه چیز رو میتونه بشناسه، توانایی شناخت موجودات رو داره. خب این درسته، انسان میتونه بشناسه، این مربوط به امکان شناخت میشه. گزاره دو، انسان میتواند اشیاء را همان گونه که هستند بشناسد. بله این هم درسته. خوب دقت بکنید عزیزان، این هم خب مربوط میشه به امکان شناخت، مسئله امکان شناخت، امکان شناخت و ارزش شناخت، مربوط به دو تا مسئله معرفت شناسی میشه. این یک و دو تا گزاره متفاوتن. یک میگه انسان میتونه اشیاء رو بشناسه، اصل توانایی شناختن. دو میگه اشیاء رو میتونه آنگونه که هستند بشناسه، منطبق با واقعیت بشناسه. این یه مسئله جداست. امکان داره شما قبول بکنی انسان توانایی شناختن رو داره، کلا انسان میتونه بشناسه، توانایی شناختن رو داره، اما توانایی شناختن مطابق با واقع رو از انسان سلب بکنی. اینها دو تا مسئله متفاوت با هم دیگه هستند. اصل این که انسان میتواند بشناسد، دو این که میتونه اشیاء رو آنگونه که هستن بشناسه. پس گزاره دو وابسته به گزاره یک هست، یعنی تا یک رو نپذیری دو رو نمیتونی بپذیری. پس یک بنیادی تره. انسان نمیتواند اشیاء رو همانگونه که هستند بشناسد. خب این نادرسته، میتونه بشناسه. این هم میشه مربوط به چی؟ مربوط میشه به امکان شناخت از مباحث معرفت شناسی و ارزش شناخت. تو ارزش شناخت ما در مورد این صحبت میکنیم که شناخت‌های ما تا چه میزان منطبق با واقعیتن. تو درس 8 مفصل بهش پرداخته میشه. خب همین اول کاری گزاره 2 و 3 با هم دیگه ناسازگارن. یا باید بگی انسان میتونه اشیاء رو همان گونه که هستن بشناسه، یا باید بگی نمیتونه بشناسه. پس 2 و 3 با هم سازگار نیستن، اما هر دو تایشون با یک سازگارند. دقت کنید، وقتی شما بگید اصل توانایی شناخت رو در انسان قبول بکنی، حالا میگی یا این شناختش منطبق با واقعیت هست، گزاره 1 2، یا میگی منطبق با واقعیت نیست، گزاره 3. پس قبلش باید توانایی شناخت، امکان شناخت رو در انسان قبول بکنی، بعدش حالا بگی یا این شناختش منطبق با واقعیت هست یا نیست. پس 2 و 3 با یک سازگارن، اما با خودشون سازگار نیستند. اوکیه؟ شناخت انسان میتواند خطا و اشتباه باشد. خب این درسته، گفته میتونه خطا و اشتباه باشه، درسته. این هم مربوط به چیه؟ این هم مربوط به امکان شناخته و ارزش شناخت. هر جا صحبت از این بود که خطا، اشتباه، درسته، نادرسته، مربوط به ارزش شناخته. شناخت انسان همواره خطا و اشتباه است. خب این نادرسته. این هم مربوط هم به امکان شناخته و ارزش شناخت. مربوط به این 2 تا مسئله توی معرفت شناسیه. این گزاره نیاز به تحلیل و بررسی داره. شناخت انسان همواره خطا و اشتباه است. بیایم اینجا بنویسیمش، مهمه. بذارید یه صفحه جدا بهش اختصاص بدیم. شناخت انسان همواره خطا و اشتباه است. خیلی نیاز به دقت داره. میخوایم اینو تحلیلش بکنیم. شناخت انسان همواره خطا و اشتباه است. خب خود این مگه یک شناخت نیست؟ کل این مگه یک شناخت نیست؟ یک قضیه نیست؟ یک گزاره نیست؟ خب خودش شناخته. درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ شناخت انسان همواره خطا و اشتباه هست، خودش یک
گزاره است، خودش یک شناخت. خب میگیم خود این گزاره درسته یا غلطه؟ اگه بگی درسته پس تمام شناخت‌های انسان خطا و اشتباه نیست، حداقل یکیشون که خود همین گزاره است درسته. پس لازمه درست بودن این گزاره رد این گزاره است. این جمله اصطلاحاً متناقض نماست. اگه هم بگی اشتباهه که دیگه هیچ. متناقض نما یعنی چی؟ یعنی اصلا میخوام متناقض نما رو تعریفش کنم. تعریفش چی میشه؟ میخوام اینجا بنویسم. یعنی گزاره ای، اینجا ما گزاره متناقض نما رو میخوایم تعریف کنیم که درست بودن آن مستلزم نادرست بودن آن است. این میشه متناقض نما. به بیان دیگر درست بودن آن مستلزم درست بودن نقیض آن است. اینم یه بیان دیگه از متناقض نما. شما وقتی میگی شناخت انسان همواره خطا و اشتباه هست، خب این یه موجبه کلی است، درسته؟ اینجا بنویسمش با یه رنگ دیگه. شناخت انسان همواره خطا و اشتباه هست، موجبه کلی است، درسته؟ خیلی خوب. حالا اگه بگی این درسته، یعنی این گزاره درسته، شناخت انسان همواره خطا و اشتباه هست، خب خود این گزاره قاعدتاً درسته دیگه، میگه این درسته. پس اگه این درست باشه تمامی شناخت‌های انسان همواره خطا و اشتباه نیستن. لازمش اینه که سالبه جزئیش هم که نقیضشه اینم درست باشه. سالبه جزئیش چیه؟ اینه که بعضی از شناخت‌های انسان خطا نیستن. لازمش اینه بعضی شناخت‌های انسان خطا نیستند. این یه مسئله عمیق فلسفیه، امیدوارم خوب بهش دقت کنید. ببینید اگه بگید شناخت انسان همواره خطا و اشتباه هست، یک موجبه کلی است، بگید این درسته، خب خود این گزاره یه شناخت دیگه، بنابراین نقیضش هم که بعضی شناختهای انسان خطا نیستند درست در میاد، چون خود این گزاره یه شناخته. اگه بگید درسته پس بعضی از شناختهای انسان خطا نیستن، لااقل خود همین گزاره درسته. پس اینجا یه موجبه کلی است، درسته، نقیضش هم که سالبه جزئی است درست خواهد بود. این میشه متناقض نما. دوتا نقیض که با هم دیگه نمیتونن صادق باشن. پس درستی این گزاره لازمش درستی نقیضشه. این میشه متناقض نما. به بیان دیگه درست بودنش مستلزم نادرست بودنشه، چون درست بودنش مستلزم اینه که نقیضش هم درست باشه، پس خودش نباید درست باشه، چون دوتا نقیض با هم دیگه درست نیستن. بذارید به یه بیان دیگه بگم، این نکته عمیق رو باید خوب یاد بگیرید، تا یاد نگیرید ولتون نمیکنم. بذارید یه جور دیگه بگم. من میگم همه حرفای من اشتباه، همه حرفای من دروغ. اینطوری بگم هر چی بهت میگم دروغ. شما میگه همین حرفی هم که داری میزنی دروغه یا راسته؟ اگه بگه همین حرفی هم که داری میزنی دروغه، پس همه حرفات دروغ نیست. اگه بگه همین حرفی هم که داری میزنی راسته دیگه، میگه همه حرفایی که من میگم دروغه، خب پس خود این حرفی که دارم میزنم راسته دیگه، درسته. پس همه حرفای من دروغ نیست. میگم همه حرفام دروغه، میگم خود همین حرفی که زدم این چی؟ خب اگه این راست باشه خب لازمش اینه که همه حرفای من دروغ نباشه، بعضی از حرفای من دروغ نباشد.
همه حرفای من دروغه، یه موجبه کلیه است. بعضی از حرفای من دروغ نیست، سالبه جزئی است. بعد هر دو تایشون صادق باشه، در حالی که اینا نقیض هم دیگن. تو منطق خوندید موجبه کلیه با سالبه جزئی نقیض هم دیگن. پس درست بودن این جمله مستلزم درست بودن نقیضشه یا مستلزم نادرست بودن خودش. باید خودش نادرست باشه اگه میخوای نقیضش درست باشه. گرفتی چی شد؟ اندکی تأمل بکنید، شما میتونید. یه مسئله عمیق فلسفیه. همه حرفای من دروغه، خب خود همین حرف من که راسته، پس همه حرفای من دروغ نیست. به همین راحتی. اوکیه؟ میگه همه شناخته انسان خطا و اشتباهه. خب خود همین حرفی که داری میزنه که خطا و اشتباه نیست. پس همه حرفای انسان خطا و اشتباه نیست، بعضیاشون خطا و اشتباهند. خب بریم سراغ متن کتاب. همین اول کاری ذهنتون حسابی درگیر فلسفه شد. عاشق مباحث معرفت شناسیم. پایان نامه ارشد دکتریم هم در مورد همین مباحث بود. انسان فقط میتواند همین امور محسوس و قابل تجربه حسی را بشناسد. خب این هم نادرسته. این هم مربوط به چی میشه؟ مربوط به، دیگه جا نداره، مربوط به امکان شناخت میشه، مربوط به قلمرو شناخت هم میشه. چی در هم شد؟ امکان شناخت میشه، قلمرو شناخت هم میشه. خب صحبت از قلمرو شناخت یعنی اینکه انسان چه محدوده ای رو میتونه بشناسه. انسان فقط همین امور محسوس و قابل تجربه حسی را میتونه بشناسه. این رو هم یه تحلیلش بکنیم. دوست دارم تحلیلش بکنیم. انسان فقط امور محسوس. امور محسوس یعنی اموری که با حواس پنجگانه درک میشه. انسان فقط امور محسوس را میتواند بشناسد. اگه اینو تحلیلش کردید، اگه تونستید تحلیلش کنید، فقط انسان امور محسوس را میتواند بشناسد. خود همین جمله رو چطوری شناخته؟ اگه خود همین جمله محسوسه، خود این جمله نامحسوسه که یعنی چی نامحسوسه؟ یعنی عقلیه. پس اگه خواسته باشیم این جمله رو قبولش بکنیم مستلزم ردشه. این هم یه جورایی متناقض نماست. وقتی میگیم انسان فقط امور محسوس را میتواند بشناسد، این هم متناقض نماست. چرا متناقض نماست؟ چون خود همین جمله یه جمله نامحسوس عقلی خودش داره خودش رو رد میکنه. وقتی جمله خودش رو رد بکنه میشه متناقض نما. چطوری فهمیدی که فقط انسان امور محسوس رو میتونه بشناسه؟ خب باید فکر کنی، باید تعقل کنی. پس خود همین جمله رو باید با تفکر و تعقل شناخت. خودش داره خودش رو رد میکنه. انگار روی یک شاخه درخت نشستی، داره شاخه درخت رو اره میکنی. همون جایی که نشستی رو اره میکنی تا بیفتی. میگی فقط امور محسوس رو میتونه بشناسه، بعد خود همین جمله نامحسوسه. خودش رو درستی خودش مستلزم ردشه.